در ماه مبارک رمضان روزه میگیرند. ببینید برادران عزیز گرامی، ما الحمدلله در این ساعت ها همه روزدار هستیم. حالتی که میخوام گپ بزنم دهانم خوش شده ایستاده است. این اشاره به آن میکند که جنت عاشق یکایک ما و شماست، خصوصا استاد ارجمند مرحوم ما که امروز در دهه رحمت خدا جانش نشا گرفت. چه مرتبه عالیه در ماه مبارک رمضان در دهه رحمت و در حالت روزداری و صومداری. این سبب برادران عزیز گرامی همین 4 صفتی را که الان ذکر نمودم، احترام گذاشته، حق عزت او را گذاشته، شما برای دعوا آمده، برای صدا بلند کردن آمده، برای احترام عزت. خواهش میکنیم برادران عزیز، کل خواهش میکنیم خواهش را رعایت کنه. انشاءالله اینا بزرگان آمدن، جنازه آمد، حضرت مخدوم اسماعیل فقیران آمدن سخن میکنه، همگی خاموشی را رعایت کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد السلام علیکم. از همه شما خواهش میکنید خاموشی را رعایت کنید. دوستای خدا آمدن خودشون می‌نشینند، شما جای خود برادران عموما صدقات چی طور داده می شود؟ در باب خیرات و صدقات و چیزهایی که در مردم سوز در مردم و راه و نهر وجود دارد، اینها هم که باشند همه اصلی دارند. صدقات یک اصل عظیم است در اسلام. همین اصل عقیده ما اهل سنت جماعت همین است که بسم الله الرحمن الرحیم و فی دعاء الاحیاء للاموات و صدقات عنهم نخل لهم. در دعای احیا برای اموات، دعا کردن زنده ها یا که صدقاتی که زنده ها برای مرده ها صدقه میکنند برای مرده ها منفعت میرسد. اصل عقیده ما همین است. برای همین است که مردم مسلمان در صدقات و یاد پدر و مادر و دیگر اقربا و خویشتبار بسیار کوشش دارند. از همین جهت است خصوص اطعام طعام در اسلام یک امر اصلی است. به درجه که از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم پرسیدند که اسلام چیست، در جواب گفتند که اطعام الطعام و افشاء السلام. یعنی اسلام داری همین است که اطعام طعام کنی، افشاء سلام، یعنی به دیگر مواسات و دوستی و راه محبت و که به افشاء سلام و طعام دادن و نان دادن یا دیگر حاصل می شود. اصل اسلام داری همین است. برای همین مردم مسلمان هر حالت به قدر طاقتشون برای گذشته ها طعام تیار میکنن، صدقات میکنن، دعا میکنن،
ختم قرآن میکنند. همه اینها در شرایط موجود دارد در اصل. برای اینها یگان دلیلی نهی یا که دلیل من نیست، فقط همون قدر است که وقتهای اخیر همین چونچه که در فاضله میبینیم بعض اسراف کاری و صرف زاید و صرف بیجا و همه خیلی حالات ها که در مردم بسیار شد، مردم بسیار غلو کردن در این باب. بعضی علمه ها در کتاب های اخلاقی همینا بیا که ناخوب گفتن، لیکن ناخوب گفتن فقط به همون اسراف و صرف بیجا منظور است. اصل عمل خواه صدقات باشد با پولی مالی، یا که یگان صدق کردن و یا که پخش کردن باشد، یا که طعام تیار کردن باشد، همه اینها در شریعت ما در اصل وجود دارد. در کشورهای اسلامی این کار چه خیلی براه مانده شده؟ ما وقتی حج می رفتیم در یک مسجد نماز خوانیم، بعد از نماز عصر چند کس یک سی آورد، یک آدم یک قطعه خرما آورد که میتونی که در جا هستن، یک دو کس دیگر یا که سه کس در خاطر دارو چند نانی روغنی آورد که همون نانی روغنی را پارا کردن و تقسیم کردن در بین مردم. ما خیال کردیم که بعد از عصر نشسته یا تسبیح و ذکر میگفتن همون مردم، خیال کنیم برای خواب را یا که گریزاندن باشد. بستر گفتن که همین یا که چیزی آوردن، چند کس جمعگی آورد که یک قطعه خرما یا که چند نان روغنی که همونا یا پارا کردن پخش کردن میده میده به مردم رسید، همونا جمعگی گفتن. اگر همون قدر باشد نیتی صدقه امیدی ثواب کردن، البته فایدهش برای امید میرسد. بالای قرآن بخونن و بخشن فایدهش میرسد. هر حالت به قدر طاقت و گویا که از اسراف و از تبذیر بیرون باشد، این عملها را ما جایز میشماریم. البته دیگران جایز میشمارند که بزرگهای ما تا امروز عمل کرده آمدند. بعضی برادرها بدعت گفته ایرا یا که مذمت کرده ایستادن، باید بدانند که بدعت نیست، چیزی که در شریعت وجود دارد. در عصر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، در عصر صحابه کرام عمل کردن آمدن، باید که ما را بدعت نگیم. لیکن همین چیزی که گفتیم حاضر که مقصد همون اسراف است، که به همین مقصد حاضرم که باشد جناب عالی خداوند قدر منزلتون را بلند کند، در همین باره گفتگو دارند. البته این اسراف کاری و تبذیر اینها را همه مضمون میدانند. اگر اینها را به یک نظام آورده شد، به یک مصلحت مردم عمل کنند، هر کس حال خود را قوت قدرت را رعایت کند یا که حال دیگران را رعایت کند، بسیار جای خرسندی است. همه انشاءالله که از این خرسند میشن. البته کلام الملوک ملوک الکلام میگه، کلام الملوک ملوک الکلام، این سخن پادشاه همه سخن ها است. توی رخصت هست گفته، در توی به اخلاقی بسیار ترتیب دادن و مسیح بیهودگی کردن و بعد از او قرضدار شدن و
یک عمر از قفای قرض یا که جنگ ریدال همسایه و همین سوی که عملی ما آدمون همسایه هانده میبینیم، البته اینها بسیار امرای آزمین است. اگر اینها به نظام آورده شد این بسیار خوب باشد. خوب دامنوی محترم، در باب حاجی طلبان و حاجی ضیافت نیز یک چند سخن میگوید. حاجی ها از حج میان، این هم بسیار اسراف است که در یک روز یا چند روز معین چند حیوانی را یا که بیجان کردن و بیهوده صرف کردن. اما به قدر طاقت یک قدری باشد که نه برای خیر و ضرر شود نه برای دیگرها، یا که این صدقات اینها هم که باشند یک کس دولتدار است هر هفته میخواهد یک گوسفند میکشد، پس همسایه مجبور میشود که و هم که عمل کنید پدرش نمیرسد. لیکن صدقه این باز باید بدانیم که صدقه هم فقط سه ضبط کردن و سه کشتن نیست. همین طعام تیار میکنی برای خودت. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم امر میکردن، اصحاب خود را میگفتن که کسی طعام تیار کرد اگر مدوه بماء قلیل، اندک آب خطی او را زیاده کنید، اندک آب زیاده کنید به یک همسایه صدقه کنید. هم یک کاسه طعام به همسایه‌اش درست کرد، همون صدقه است. یک محتاج را دستگیری کرد، صدقه است. در او یک حاجتمند دید، با او یک سه مراسات کرد، همون صدقه است. این صدقه را فقط به ضبط کردن و کشتن سه باید وابسته ندارد. هر حالت در باب خیرات و صدقات و فضایل بسیاری ذکر شدگی است. صدقات باید بکنیم، لیکن باز هم همین که به قدری طاقت و به قدری که اسراف نشود، تبذیر نشود، کس خود را قرضدار نکند یا که مشقت نکشد. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند هیچ نفس تکلیف نمیکنه مگر به قدر وسعش. به قدر وسع اگر عمل کنن بسیار خوب است. برای همین باید که ما هممون خوب باشیم، در همین گفته بیا که بزرگاه و جناب عالی بیا هم نفس باشیم و یا دیگر را نصیحت کنیم و وصیت خیر کنیم. بازن شما کوشش کنید که همین امور با یک نظام بیاد که برای همگان موافق باشد و یک مناسبت حاصل شود، بسیار خوب میشود انشاءالله. خداوند هدایت کنه. توفیق خیرات.